اگر در درونت احساسی داری که تو رو صدا میزنه تا به ریتم طبیعی زندگیت برگردی، تا دوباره در تعادل، عشق و هماهنگی درونی زندگی کنی، دقیقاً در جای درستی هستی. زیر نور ماه نو در نشان ترازو انرژی تو رو دعوت میکنه به نوسازی، به باز تنظیم آرام قلبت، به بازگشت به صلح در روابطت و به زایش درباره جریان خلاق از دل سکون. به نام نور، درود و مهر. به یوتیوب چنل رویا تارو خوش اومدید. افتخار دارم که این فضای مقدس رو در کنار تو نگه دارم. اجازه بده وجودت نرم شه و پذیرنده. در همین لحظه ضربان‌های دوگانه‌ای که در پس زمینه پخش میشن ذهن تو رو آروم آروم به حالت تتا میبرن، جایی که سیستم عصبیت آروم میگیره، قلبت مرکز تعادل میشه و امکانهای نو در سکوت آروم ریشه میگیرن. و حالا با هم شروع میکنیم. جایی راحت و ساکت رو پیدا کن. سطحی رو زیر خودت حس کن که محکم، آروم و حمایتگره. چشم‌های زیبات رو ببند. بدنت رو رها کن تا در این لحظه جای بگیره. احساس امنیت، تعادل و سکون رو در جریان وجودت حس کن. اجازه بده تنفست طبیعی تر و آهسته تر شه و با هر بازدم نرم بدنت رو اندکی بیشتر رها کن. اگر خواستی لحظه‌ای در قلبت نیتی بکار. از خودت بپرس: من زیر این ماه نو آمادم چه چیزی رو تجربه کنم؟ چه درخواستی دارم؟ چیا میخوام برای خودم متجلی کنم؟ نفس عمیق و کامل بکش و هنگام بازدم اجازه بده هر تنشی درونت از بین بره. در طول این مراقبه ممکنه صدای منو گم کنی یا آروم به حالتی میان بیداری و رؤیا بری، در حالت خلسه. اما اجازه بده این اتفاق بیفته. بدنت میدونه چطور استراحت کنه و انرژیت میدونه چطور خودش رو دوباره متعادل کنه. حتی در سکوت کار ادامه داره. ضمیر ناخودآگاهت با لطافت مسیر رو هدایت میکنه. میتونی هر زمان که خواستی به این مراقبه برگردی تا هماهنگی رو به دست بیاری و ریتم طبیعیت رو به یاد بیاری. پس نفس عمیق دیگری بکش و هنگام بازدم اجازه بده تمام بدنت کاملا شل و رها شه. انرژیت داره به حالت طبیعی هارمونی برمیگرده. ذهنت رو با آگاهی و نیت آروم کن و به مرکز برگردون. به خودت اجازه بده رها شی. امروز رو رها کن و به حالتی آروم و در شرایط مدیتیشن فرو برو، جایی که تنفس و آگاهی یکی میشن و تعادل به ریتم طبیعی وجودت تبدیل میشه.
و حالا با مهربانی به جسم فیزیکیت سلام کن. یک سلام ساده میتونه بزرگترین شفا باشه. اگر دوست داشتی دستانت رو روی قلبت بذار یا به خودت آغوشی نرم و عاشقانه بده. این لمس محبت آمیز به سیستم عصبیت میگه که همه چیز امن هست. من اینجا در امنیت و عشق هستم. حالا آگاهیت رو به روح خودت بیار. دعوتش کن تا آروم در بدنت جای بگیره و با جسمت یکی بشه. این ظرف مقدسی هست برای نور وجودت. این اتحاد رو درونت احساس کن. روح و جسم، انرژی و ماده در مرکز قلبت با هارمونی در هم می‌آمیزند. ماه و خورشید هر دو در عنصر هوای ترازو قرار دارند. هوا در اینجا نرم و لطیف حرکت میکنه و ریتم آروم درک و توازن رو با خودش میاره. وقفه‌ای میان دم و بازدم، میان دادن و دریافت کردن. هوای گفتگوی آروم، صلحی که از حضور زاده میشه و زیبایی که از تعادل جاری. انرژی که لبه ها رو نرم میکنه و نخ نامرئی که عشق رو میان همه چیز میتنه. همه یادآوری لطیفی هست از این حقیقت که تعادل زنده هست و همیشه در حرکت. با نیت اکنون اتصال به زمین برقرار میکنیم. تصور کن ریشه های از نور از بدنت به سوی خاک حاصل خیز زمین میرن. ریشه هات عمیق تر میشن تا به رحم مقدس مادر زمین برسن. احساس کن نیروی زندگی اون به سمتت بالا میاد. آرام، موزون، پرمهر و تو رو به خونه برمیگردونه تا باز زاده شی. با هر دم نیروی حیات درونت جریان پیدا میکنه. ریشه هات حالا نبضی زنده پیدا کردن که تو رو با همه چیز و همه زمان پیوند میزنه. به آرومی ریشه هات رو احساس کن و انرژی زمین رو در بدنت بیدار کن. جریان طبیعی رهایی و باززایی. با بازدم بعدی خودت رو نرم کن و زیر نور ماه هرچه هست رو رها کن. در تمام این مراقبه اجازه بده تنفست راهنمات باشه. با هر دم اکسیژن پاک و تازه رو وارد وجودت کن. سلول هات رو نوسازی کن و بدنت رو از نیروی حیات پر کن. و با هر بازدم هر چیزی رو که دیگه در خدمت و آرامش و تعادلت نیست رها کن. با هر نفس تو بیشتر با ریتم طبیعی زندگیت هم نوا میشی. دم و بازدم. صلح و آرامش رو درونت
احساس کن. در هر دم و بازدم در این لحظه فضای مقدس درون خودت ایجاد میکنی، آماده برای انرژی های تازه و نیت های نو زیر ماه نو. کشش گرانشی زمینگیریت نرم تر میشه. احساس سبکی میکنی، انگار وزنی از روی دوشت برداشته شده. فرکانست بالا میره و در امکانهای بی پایان گسترش پیدا میکنی. احساس آزادی میکنی، سبک، روشن و رها. در این حالت گسترش یافته فضای مقدس در درونت ساختی، آماده برای آفرینش های نو و آغازهای تازه. بالای سرت آسمون چون مخملی تاریک گسترده شده. ماه نو چون هلالی نقره‌ای و لطیف آویزونه. نورش آروم و پنهون، آوای خاموشی از امکانهای تازه در تاریکیه. اون نگاهش رو به درون میچرخونه، قدرتش رو در سکون جمع میکنه، دقیقاً همون طوری که تو حالا انجام میدی. با هر دم تصور کن انرژی نوسازی ماه از میان بدنت جاری میشه. رشته های نقره‌ای از پتانسیل درونت میتابن. جرقه های ریز نور زیر پوستت میرقصن. کدهای خلاقیت درونت رو بیدار میکنن. حالا آگاهیت رو از بین ریشه هات به قلب مادر زمین ببر. به رحم طلایی اون میرسی. اتاقی زنده از نور و حیات. هوا نرم است و آکنده از بوی خاک حاصلخیز و آغازهای نو. در این رحم زنده انرژی آفرینش در حال بیداریه. از درون این نور طلایی حضوری الهی برمیخیزه. روح آفرینش، باززایی و تولد دوباره. ذات اون در نور طلایی اطراف جاری هست و با هر نفس نوسازی رو در وجودت میتنه. ممکنه تپش قلب اون رو در زمین زیر پاهات حس کنی. ریتمی کهن و آروم که در بدنت طنین میندازه. او تو رو میپذیره. روح و رؤیاهات رو میشناسه و در آغوشش نگه میداره. نور نقره‌ای ماه از بالا و تپش طلایی زمین از پایین در درونت با هم درآمیخته میشن. نقره و طلا، آسمان و زمین، همون بالا، همون پایین. احساس کن این دو انرژی در قلبت ادغام میشن. میدانی از عشق، صلح و هارمونی. این همون میدان کوانتومی آفرینش هست، جایی که نیت‌هات از راه ارتعاش شکل میگیرن. در این تعادل مقدس اجازه بده تصاویر،
احساسات و رؤیاهایی که آماده پذیرششون هستی همه رو ببینی یا حس کنی. چیزی رو کنترل نکن، فقط شاهد باش. هر تصویر، هر حس، هر جرقه دانه‌ای هست در خاک حاصلخیز که همین حالا داره رشد میکنه. در رحم طلایی مادر زمین دانه های نیتهات درخشان میشن. هر کدوم می درخشن با نوری نقره‌ای مانند ماه، زندن، تپندن و شکوفا. اونها دیگه فقط ایده نیستن، بلکه فرکانس هایی هستن که در حال شکل گیری هن. رحم زمین اکنون گرداگردت حرکت میکنه. حضورش مانند موجهای آروم اقیانوسه که در هر دانه قدرت آفرینش رو میدمه. شاید گرمایی در بدن یا ارتعاشی در کف دستات احساس کنی، یا فقط آگاهی لطیفی از اینکه آفرینش در جریان هست. و حالا نیتهات رو به آرومی زیر لب زمزمه کن یا در ذهنت تکرار کن. با من شروع کن. من در تعادل زندگی می کنم. من در تعادل زندگی می کنم. من در تعادل زندگی می کنم. روابط من در هماهنگی جریان دارند. روابط من در هماهنگی جریان دارند. روابط من در هماهنگی جریان دارند. من از تمامیت عشق می آفرینم. من از تمامیت عشق می آفرینم. من از تمامیت عشق می آفرینم. من آرام، کامل و زنده ام. من آرام، کامل و زنده ام. من آرام، کامل و زنده ام. و چنین است. انرژی ماه نو از بالا پرتوی نقره‌ای از میان آسمان و خاک میفرسته و هر دانه رو با برکت خود لمس میکنه. نقره و طلا دوباره در هم میپیوندن، آسمانی و زمینی در توازن کامل. تو پلی هستی بین اون دو هستی، ظرفی برای تعادل و آفرینش. بسیار خوب. حالا با دمی آروم این نور متعادل رو به درون قلبت بکش. احساس کن که درونت زنده میشه، نماد زنده از نیتهای متجلی شدت. و وقتی آماده شدی به ریتم تنفست برگرد. دم و بازدم، بالا و پایین شدن قفسه سینت رو حس کن. نبض زندگی در درونت و در اطرافت در حرکته. تو زمینگیری، تجدید شدی،
و در هماهنگی هستی. نور ماه در آسمون روشن‌تر میشه. قوسی نقره‌ای از پتانسیل درخشان در آسمون تو رو به خونه در بدنت دعوت میکنه. تو همزمان ریشه‌دار در زمین و پیوند خورده با ماهی، همچنان در بالا و همچنان در پایین. آروم آروم به محیط اطرافت آگاه شو. دمای هوا، صداهای اطراف، وزن بدنت که دوباره به لحظه حال برمیگرده. تو از رحم آفرینش گذشتی و با هارمونی ماه نو ترازو بازگشتی. تو متعادل، تازه و همتراز با همه آنچه هست و خواهد بود هستی. نفسی عمیق از بینی بکش و از دهان بازدم کن. نفسی از سپاسگزاری برای ماه در بالا، زمین در زیر و ریتم مقدسی که حالا در درونت زنده هست. وقتی آماده شدی انگشتان پاهات رو حس کن. آروم بازوهات رو بکش، بدون عجله، با لطافت. و زمانی که درست به نظر میرسه و آماده ای، چشمهای زیبات رو باز کن و کاملا برگرد، در حالی که صلح، عشق و هارمونی ماه نو رو در قلبت حمل می‌کنی. بسیار خوب. با شمارش من چشمهای زیبات رو باز کن. 1 2 3. خوش اومدی عزیز دلم. خیلی دوست دارم. لحظه ای فکر کن و ببین حالا چه احساسی داری. نرم، متعادل و پیوند خورده با ریتم آروم زندگی در خودت. ماه نو به ما یادآوری میکنه که صلح از درون آغاز میشه و از اون مرکز هر آنچه که میخوایم رشد میکنه. اگر این مراقبه برات آرامش آورد، تصور کن اگر هر روز با ریتم ماه زندگی کنی چه احساسی خواهی داشت. برای همسفر بودن ماهانه و با من بودن و همچنین استفاده از مدیتیشن ها، مانتراها که با هر فاز قمری در حرکت هست، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله کنار سابسکرایب رو فعال کن. و همچنین برای بهره‌مند شدن از ویدیوهای مربوط به روابط، انرژی زنانه و مردانه الهی و دیگر ویدیوهای آموزنده ارزشمند. عزیز جانم، سپاسگزارم که ویدیو رو لایک میکنی. هر لایک تو باعث میشه که این ویدیو بیشتر دیده شه و دیگر عزیزان از این ویدیو بهره مند شن. اگر گزینه هایپ برات فعال هست، روی گزینه هایپ کلیک کن. در زیر نور ماه و در بین ستارگان دوباره تو رو خواهم دید. خیلی دوست دارم. رؤیا تا رخ. یا حق. خدا نگهدار.